به خاطر بسپریم هر کار با ارزشی زمان بره. هر کار با ارزشی. بیایم این تفکر یک شب راه 100 ساله رو از ذهن و خیال و مخیلی خودمون بیرون کنیم. اینو به خاطر بسپریم. تمام فرصت‌های پیشرفت در خارج از دایره آسایش قرار دارن. ما در دایره آسایش نمیتونیم انتظار پیشرفت داشته باشیم. اگر کسی تصور میکنه که در حلقه آسایش میتونه پیشرفت رو به دست بیاره، ول معطله. به خاطر بسپریم شانس فقط سراغ افراد سخت کوش میره. شانس و رزق و روزی مال افراد سخت کوشه، مال افراد سحرخیزه، نه اونایی که تا لنگی ظهر خوابن. شانس فقط مال افراد سحرخیزه، نه اونهایی که تا لنگی ظهر خوابن. به خاطر بسپریم خوشبخت کسی است که اصلاً فرصت فکر کردن به خوشبختی یا بدبختی رو نداره. اون خوشبخت. یادمون باشه هیچ زمان خاصی برای یک آغاز بی‌نظیر وجود نداره. از شنبه شروع میکنم، از ماه دیگه میخوام شروع کنم، از اول سال برنامه ریزی کردم، از اول زمستون میخوام اقدام کنم. بهترین شروع شما همین الانه، همین الان. به خاطر بسپاریم امکان نداره شما در آن واحد همه جا حضور داشته باشید. امکان نداره. امکان نداره شما در آن واحد همه چیز رو داشته باشید. امکان نداره. پس ببینیم بهترین تصمیم در بهترین زمان و بهترین مکان کدامه. اون بهترین رو انتخاب کنیم. بعدن یعنی هیچ وقت. بعدن یعنی هیچ وقت. بعدن یعنی هرگز. بعدن یعنی هرگز.